خواهش میکنم. حالا احوال که خوبه انشالله. طاعتون قبول باشه انشالله. بنده آرزو دارم در این ماه مبارک، ماه رحمت و مغفرت، انشالله که خداوند از همه قبول داشته باشه انشالله. طاعت و عبادات همه رو. سلامت باشید. دوستان من گفتن شما بسیار تأکید دارید روی واژه هماوایی تا تواشی. یه تفاوتی رو به من میفهم یا در واقع تأکید بر فارسی بودنش هست؟ شیوه کاری که گروه اهل بیت علیهم السلام اجرا میکنن در اصل در موسیقی جهانی بهش میگن موسیقی آکاپلا. بله. یعنی یک شیوه از موسیقی که در ساز به کار برده نمیشه، همه اصوات به توسط خود خواننده اجرا میشه. که در ایران گروه های مختلفی داریم. بله. اما این نوع در واقع مذهبیش میشه دیگه به نوعی. بله. ولی گروه آکاپلا که از سال 68 بنیادش در حقیقت بنا شده، خب این سبک کار رو ما نداشتیم. ما گروهایی داشتیم که هموفونی بوده، یعنی تک صدایی بوده، مثل مداحی یا گروهخوانی‌هایی که معمولاً اونیسون در اصطلاح اجرا می‌کردن. اولین بار بود که ما روی ادعیه و مناجات‌ها آمدیم این سبک موسیقی آکاپلا رو مطابق ایرانیش کردیم و این لغت هماوایان رو بروش کردیم. یعنی یک گروه کور مذهبی است که در اصطلاح ما اگه بخوایم در خارج این رو به زبان دنیا تعریف کنیم، باید دیگه موسیقی آکاپلا تو براشون مفهوم باشه. و الان دعای ماه مبارک رمضان رو که گروه شما اجرا کردن به صورت لایو، بله به صورت زنده و اینجا هم صدای دوستان تعیین انداز شده بود. اینو میخوام بدونم که این بگی ملودی دیگه، ملودی داره این کار. این مال همین گروه بوده یا مثلا متعلق به شما بوده یا نه در واقع یک باز اجرایی از یک کاری هستش که چون سالهاست این شیوه اجرا رو ما این ملودی اجرا رو شنیدیم؟ البته که متن آشنا است که معمولا ما بیشتر در ماه مبارک رمضان استفاده میشه، ولی ساخت ملودی و آهنگسازی کردن و هارمونیش برای اولین بار بود که در سال 68 آغاز شد. بله. با حدود 50 تن از قاریای بین المللی که ما یه بخش آموزش موسیقی رو باشون داشتیم که بتونیم ما هارمونی رو و هماهنگی چند صدایی رو مثلا دوستان براشون توضیح بدیم و این آموزش رو در حقیقت بعد از این خودشون قاری ممتازی هستن مثلا مبنا قرار دادیم براش. و این اولین باره که از سال این کار در سال 69 در حقیقت ساخته شد و اجرا شده با صدای جناب آقای حاج عباس سلیمی که الان خوب با گروه برای شما مجددا بسیار عالی. خیلی هم عالی. دوست داشتم راجع به این اجرا بیشتر بدونم که حالا بخشش رو دانستیم، اما دوست داریم اجرای دیگری هم از شما و این گروه هماوایی ببینیم. در خدمت شما. کار دیگه هم از منام اللهم رب شهر رمضان که این هم از ساخته های بسیار بنده و هارمونیزه کردن در اصطلاح رنگامیزی کردن با گروه صدایی که این هم سال 70 در حقیقت داشته، ولی این کارها رو الان دارن در کشورهای عربی اینا رو خودشون دارن بازخوانی میکنن و ضبط ویدئویی کردن. یعنی خوشبختانه تاثیرات این شیوه کار علاوه بر اینکه در نسل یعنی همین اجرا رو بله این خودشون بازخوانی کردن. غیر از اینکه تاثیر الان توی گروه‌های همخوانی داخل کشور ما گذاشته و همشون تقریبا خوشبختانه این توانمندی رو پیدا کردن که هارمونی بخونن، در کشورهای دیگه هم دارن همین کارو تقلید میکنن و این واقعا باعث افتخار برای ما و برای نظام ماست که همین کارهای انجام. خیلی عالی. پس ما در خدمت شما هستیم و شنونده خواهیم بود. میخواید شما بفرمایید در کنار گروه باشید. این تکخوانش رو در اصل همون سال 70 آقای محمد اصفهانی اجرا کرده بودن، ولی الان آقای حسین قلعه نویان که از خوش صداهای همه بچه‌ها خوش صدا هستن، متأسفانه الان در آقای حسین قلعه نویان این کارو دارن. در خدمت شما هستیم. خیلی ممنون میشم. بفرمایید.